بیایم بریم با هم دیگه این دفتر خوشگل که شامل 200 تا جای خالیه رو با هم دیگه پرش کنیم. این جای خالیه قراره یه دونه با طراحی‌های مختلف پر بشه. بریم با هم دیگه اولین طراحی رو بکشیم. خب من اول یه لایه بیس مشکی زدم و گذاشتمش داخل یووی تا کامل خوش بشه. 2 تا بیس مشکیمون رو زدیم، میریم سراغ بلاک آهنربایی که من عاشق این قسمتشم. بریم با هم دیگه بزنیمش. خب من یه لایه لاک زدم و بعد با آهنربا دور تا دورش رو کامل گرفتم. این مرحله زیاد هم نیاز به دقت بالایی نداره، همین که دور تا دور یه خورده جمع بشه کافیه. حقیقتا این قسمتش هم دوست دارم چون یه تاپ مات خوشگل قرار روش بزنیم و بره دستگاه و خوش بشه. تدا! اینم از نسخه ماتش. بریم با هم دیگه روش شکلای خوشگل بکشیم. خب مثل اینکه من اینجای فیلمو یادم رفته بود رکورد کنم، من این قسمتشو دارم با تاپ کات طرحهای پلنگی در میارم تا شاین زیر اون تاپ ماتا کامل مشخص بشه. میذارمش داخل یووی تا بعدش رو با هم دیگه ببینیم. اینم از اتمام کار. خوشحال میشم نظرتون رو برام کامنت کنید. این اولین ویدیویی بود که گرفتم، بعدیا حتما بهتر. خب اینم از اولین طراحیمون که تموم شد. اولی رو ساده شروع کردیم. 199 تا دیگه مونده. با من همراه باشین.